بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. من کمال‌الدین قراب هستم، پژوهشگرم در حوزه علوم قرآنی و تاریخ اسلام و به اصطلاح نویسنده تئاتر هستم، نمایشنامه نویس و کارگردان. در این دو حوزه بیشترین فعالیت من متمرکزه. آخرین کاری که میخواستم خدمت شما معرفی بکنم ترجمه جدیدی است از قرآن تحت عنوان ترجمه ادبی و زیباشناسانه قرآن کریم. سعی کردم در این ترجمه مفاهیم قرآن و آیات حتی الامکان به طور پیوسته ارائه بشه با یک زبان ادبی زیبای شاعرانه، البته بدون اینکه خواسته باشم بر اون روحیه خودم رو به عنوان یک نویسنده بر متن تحمیل بکنم. سعی کردیم در این ترجمه که آقای دکتر محمود مهدوی دامغانی هم استاد بنده هستند ویراستار این کار باشند و کاری زیبا، شسته رفته، مطابق ذوق و سلیقه نسل ارائه بدیم، همراه با حفظ دقیق مفاهیم قرآنی. متشکرم. امیدوارم که مورد استقبال شما قرار بگیره. خدا یارتون باد.